چطور یک استارتاپ ناشناخته فقط با $1 به یک کسب و کار میلیارد دلاری تبدیل شد؟ برند شیف کلاب که تو کار فروش تیغ اصلاح با آقایون بود، اومد یه پیشنهاد جالب طراحی کرد. متن پیشنهاد این بود: چرا باید برای تیغ اصلاح $10 بدی؟ ما همونو با $1 میفرستیم دم در خونت. مردمم راحت پیشنهادشو قبول میکردن، چون اولا $1 قیمت بالایی نبود و دوما هیچ ریسکی هم نداشت. اما این فقط شروع ماجرا بود. بعد از خرید $1 سیستم وارد ماجرا میشد و پیشنهاد مشابه دیگه مثل فوم اصلاح، افتر شیو و محصولات مرتبط رو به مشتری نشون میداد. اینجا مشتری چون یک بار محصول ارزونش رو خریده بود، در واقع ریسک خرید توی ذهن این آدم کم شده بود. در نتیجه خیلی راحت اعتماد میکرد و محصولات گرون قیمت‌تر این برند رو میخرید. شیف کلاب فقط توی 48 ساعت تونست بیش از 12,000 سفارش جدید ثبت کنه و در نهایت هم شرکت یونیلیور این استارتاپ رو به مبلغ $1 میلیارد خرید. به این استراتژی توی دنیای فروش تریپ وایر میگن. شما هم میتونین از این سبک فروش برای کسب و کارتون استفاده کنین. یک محصول کم قیمت رو قلابی کنین برای از بین بردن ریسک خرید مخاطب. تا اگه بعداً با پیشنهاد خرید محصولات گرون قیمت‌تر شما روبرو بشه، خیلی راحت‌تر محصول شما رو بخره. من حامد بیگی ام و اینجا در مورد محتوای فروش محور صحبت می‌کنم.